خدای ما رو از دست خشک مقدس جماعت نجات بده. میگن مسئولا هر گندی زدن نباید جیکت در بیاد. مردم ناامید میشن. حاجی مردم وقتی ناامید میشن که ببینن بچه انقلابی‌ها مقابل کمکاری مسئولا لالمونی گرفتن. مردم وقتی ناامید میشن که ببینن هیچ کدوم از این بچه انقلابی‌ها جیگرشو ندارن صداشون رو به گوش مسئولا برسونن، برای همین پناه میبرن به شبکه‌های اونورابی. چه بخوای چه نخوای سوتی‌هایی که مسئولا میدن به گوش مردم میرسه از طریق فضای مجازی. پس چه بهتر خودمون از طرف مردم به نقاط ضعف جمهوری اسلامی اعتراض کنیم قبل اینکه دشمن اون رو دست بگیره و دو تا چاخانم بذاره روشو به مردم بگیره. حرف حساب امام حسین این بود: یزید به اسم دین مشروب خوری نکن، به اسم دین بی‌ناموسی نکن، به اسم دین از بیت المال دزدی نکن، به اسم دین خون مردم رو تو شیشه نکن. داداش من، امام حسینی که خودتو براش میکشی سر اینکه یزید پای همه گندکاریاش مهر اسلام و دین میزد در افتاد. میگفت گم شو از جای پیغمبر بیا پایین، برو تو خونت اونقدر مشروب بخور تا بترکی، ولی نمیذارن به اسم دین مشروب خوری بکنی. میگفت یزید پدر سوخته، میخوای دختر بازی کنی گورتو گم کن تو یکی از این رقاص خونه ها بی‌ناموسی تو بکن، ولی نمیذارم تو جایگاه پیغمبر و تو لباس پیغمبر رو به اسم دین این غلط رو بکن. منی که ادعا میکنم امام حسینی هم چطور میتونم مقابل مسئولی که با گندکاریاش انقلاب و اسلام و از چشم مردم میندازه خفه خون بگیرم؟ من از امام حسین یاد گرفتم امر به معروف و نهی از منکر رو اول باید از خود کله گنده ها و خود مسئولا شروع کنیم.